از آب و باد و آب و آتش و آهن و کوه و زمین خداوند مخلوق قوی تر دارد. بله، انسان مؤمن که نیتش خالصه برای الله و توکلش هم همیشه چه و هدفش هم همیشه رضای خداست، اینا رو همه کنار هم جمع بکنی تو انسان مؤمن جمع شده. میدونی کجاست؟ تو همین عصای موسی که زد به آب. آخرین نفر پیروان موسی قوم بنی اسرائیل از آب خارج شدن، آخرین نفر از سربازان فرعون داخل آب شدن، آب به هم آمد. سبحان الله. کارش بریدنه، حلقوم اسماعیل رو نبرید. آب کارش غرق کردنه. حضرت موسی رو غرق نکرد، حضرت یونس رو غرق نکرد. آتش کارش سوزاندنه. آتش نمرود را بحر گلستان آفرید. آتش نمرود را بحر گلستان آفرید. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. اینجا منادی هست، منادا هست، حرف ندا هست. سبحان الله. اون پیام هست، اون ندا هست. خداوند منادی است، منادا آتشه. خداوند با آتش داره صحبت میکنه. قلنا، ما گفتیم، یا نارو، این یا نداست. ای آتش ما، ای مخلوق ما، کونی، باش، بردن، خنک، و سلاما، معتدل. اگه خنک زیاد بره زیر صفر چه؟ منجمد میشه. ابراهیم رفت آتش در آمد. سبحان الله. مثل که از تو گلستان در آمده. نمیشه، باور بکنی نمیشه. کارشون سوزاندنه ولی نمیتونه بسوزنه. رو ایمانمون کار بکنیم، رو عقیدمون، توحیدمون کار بکنیم، رو رابطمون با خدا کار بکنیم، خدمت به خلق خدا بکنیم، تواضع داشته باشیم. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. برمیگردیم به این آیه‌ای که امشب در صددش بودیم. وقتی اونها رو در روی زمین متمکن کردیم، قوی کردیم در زمینه‌های مختلف، بلا فاصله تواضع به خرج میدن. گفتیم یک نماز کامل نشانه 3 تا تواضعه. اول قیام الله اکبر، بعد خم میشه، تواضع دوم کامل تره، دستش کف دستش میذاره، این پنجه زانوشو میگیره، این دستاش باید راست باشه. در رکوع نباید این دستا خم باشه، اینجا آرنجت نباید خم بشه، اینطوری نباید رکوع بکنی. این با کف این دستت قرص زانوتو بگیرید، صاف، کمرت کشیده بشه که اگه این لیوان آب رو کمرت بذارن در اثناء رکوع سر نخوره بیفته. این رکوع کامله. رکوع بی‌حوصلگی نه. وقتی رفتی در رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان الله، اونجا دیگه خودت کوچک میشید. سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد. یه بالا دوباره میگه الله اکبر، میرید پایین. وقتی دیگه پیشانی به خاک مالیدید به سجدگاه، اینجا پیامبر میگه دیگه حجاب میفته بین عبد و رب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند نزدیکترین موضعی که بندی نمیتونه از اون نزدیکتر به رب العالمین باشه موضع سجده است. تواضع کامل. حالا وقتی رفتی به پایین و خودتو انداختید به زمین، مناسب اونجا چه تسبیحی است؟ رکوع مال عظمته، ولی وقتی خودتو انداختی به زمین به پایین، از اون بلندی، از اون تبخترت، تکبرت، خودخواهی و منیتت، اینجا دیگه میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده. من کوچکم افتادم رو زمین به خاطر اون بزرگی خیلی والا و برتره. خدا این تواضع رو نصیب بکنه. و آتا و زکات اگه فردا شب حیاتی بود انشالله درباره آتا و زکات انشالله با هم دیگه گپ هایی خواهیم زد. خیلی دوستتان داریم، خیلی حوصله کردید. خب
جلسه رسمی بود، یه حال هوای خاصی داشت. حالا یه لبخندی هم بزنید. حالیه، شما هم یه لبخندی بزنید من خوشحال باشم. همتون، شما پسرم، شما احسن. این سپیدی دندان باید پیدا بشه. لبخند، تبسم زمانی که این سپیدی دندان پیدا بشه. سپیدی دندان هم جز عورت نیست. احمد الان دیگه لبخنده اصلیشو الان زد. این نیما الان داره لبخنده اصلیش میزنه. خیلی عزیزید، همتون رو به خدا میسپارم. اجرتون با خدا باشه. جزاکم الله خیرا. از حوصلتون تشکر میکنم. التماس دعای خیر از همتون دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.